چند روز پیش سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان گفت که در اساس ماه شماره اسلامی عید قربان امسال روز 20 ایول راست می آید. امروز افشین مقیم سخنگوی کمیته دین در صفحه فیسبوکیش قرار مجلس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان را از تاریخ 14 ایول سال جاری نشر کرد که در بند دوم آن آمده است وقتی برگزاری نماز عید قربان ساعت 6:30 معین کرده شود. از این قرار برمی‌آید که نماز عید قربان طریق دست جمعانه در مساجد کشور برگزار می‌گردد. اینچنین در متن قرار آمده است که امام خطیبان وظیفه دارند در موعظه هایشان در بابت رعایت قاعده های بهداشتی در شرایط پاندمی به مردم گفتگو کنند. در آخر چون عنعنه مبلغ حق اعضاگی مسجدهای کشور آمده است که برای هر یک مسجد 600 سامانی مقرر گردیده است. یادآور می‌شویم که سال گذشته عید قربان در تاجیکستان به خاطر پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس بدون نماز دست جمعانه برگزار شده بود. برای برگزاری نماز دست جمعانه در عید رمضان در 13 ماه می امسال مقامات اجازت داده بودند. آن زمان مقامات میگفتند که در کشور کرونا ویروس نیست، ولی حالا به گفته ساکنان و مقامات سرایت به کرونا ویروس در کشور افزایش یافته است.